جهنم هرگز سیر نمیشه. وقتی ازش پرسیده میشه سیر شدی، فریاد میزنه هل من مزید، یعنی آیا بیشتر هم هست؟ جهنم با همه وحشتش درست زیر پاهامونه، جلوی چشمامون میسوزه. سعی میکنیم نگاه نکنیم و فقط از پل رد بشیم و بعد به آدمای اطرافمون نگاه میکنیم. بعضیاشون از گناهانشون پشیمونن در حالی که بقیه میافتن توی جهنم. و بعدش اونایی هستن که توی دنیا به فکر آخرتشون بودن. اونا بدون حس کردن هیچ دردی خیلی سریع از پل رد میشن. دلیل اینکه جهنم به صالحین نشون داده میشه برای ترسوندنشون نیست، بلکه برای بیشتر کردن شادیشونه. بهشون نشون داده میشه که از چه جای وحشتناکی نجات پیدا کردن، اما اینا فوراً ازش رد میشن. دلتنگیشون بالاخره به سر میاد و به خونه ابدیشون یعنی جنت میرسن. در حالی که همه اینا داره اتفاق میفته، یکی هست که با اندوه و شفقت داره دعا میکنه. اون تموم عمرش رو با رحمت به امتش نگاه کرده و براشون دعا کرده و اون رسول الله صلی الله علیه و سلمه. نجاتشون بده پروردگارم، نجاتشون بده. مدام برای مؤمنین دعا میکنه. اون روز کارش سخت، ما قرار گرفتن جلوی عدل خداست، اما سختی پیامبر دیدن امتش توی اون وضعیته، دیدن اونایی که نامه اعمالشون به دست چپشون داده شده، وضعیتشون روی صراط و سقوط تک تکشون توی جهنم. از طرف دیگه راحتی ایشون دیدن اونایی که تونستن به دروازه های جنت برسن. بالاخره جهنم اونایی که لایقش بودن رو گرفته و حالا وقتشه که بهشت به مردمش خوش آمد بگه و آنانی که از پروردگارشان پروا کردند گروه گروه به سمت بهشت رانده می شوند. چون به آن رسند در حالی که درهایش از پیش گشوده شده است و نگهبانانش به آنان گویند سلام بر شما، پاکیزه و نیکو شدید، پس وارد آن شوید که در آن جاودانه اید. انشالله اگه موفق بشیم. جایی که آخر این سفر بهش میرسیم انقدر زیباست که خداوند اینطور توصیفش میکنه: جنت جایی است که تا به حال هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و هیچ انسانی تصور نکرده. و حالا ما داریم وارد سرزمین خوشبختی ابدی میشیم، جایی که تا ابد زندگی میکنیم و از همه نوع لذتی بهره میبریم و بالاتر از همه بزرگترین نعمت رو داریم که دیدن خداونده. اگه این ویدیو بهت رسیده مطمئن باش که این تصادفی نیست. خدا اون رو پیشت آورده و باعث شده تا آخرش رو ببینی. میدونی چرا؟ چون میخواد یه چیزی توی زندگی تغییر کنه. پس ما نباید حتی یه قدم به سمتش برداریم. وقتشه برای زندگی تصمیم بگیری. اگر نماز نمیخونی بذار این لحظه شروع نماز خوندنت باشه با اپلیکیشن نمازمون که کاملا رایگانه و بدون تبلیغات میتونی 5 نوبت نماز روزانه رو به بخش ثابتی از زندگی تبدیل کنی. اگه میخواید ایمانتون رو قوی کنید و دانش اسلامیتون رو عمیق‌تر کنید، ما ویدیوهای زیادی توی این کانال